زبان فارسی زبان شعره. طبیعت انسان ایرانی به لحاظ ماهیت زبانی با نظم بیشتر انس داره. ذهن ایرانی که هزاران سال هم اگر ازش بگذره، حتی اگر ناچار بشن همه رو حفظ بکنن و سینه به سینه همه رو نقل بکنن، این کار رو خواهند کرد و کردند. جنبه مهم دیگهش این بود که حافظه ها ضعیف شد. شعر تعلیمی هم در ریاضیات داریم، در پزشکی داریم، در فلسفه داریم، در کلام داریم. ایران یعنی چه؟ ایران فقط سرزمین نیست که ایرانی ها بسیاری غیر از اینکه ادبیات به مفهوم خاص، بسیاری از آداب و رسوم، دریافت ها، حتی دانش هاشون رو بتونن در قالب نظم بیان بکنن که کردند. این زبان همیشه بوده، همیشه قوت و قدرت بیان مافز ضمیر شاعران و ادیبان و دانشمندان رو داشته و هنوز هم داره، ولی با تحولات امروزی نظم دیگه اون اهمیت سابق رو نداره. خیلی از شرق‌شناسانی که به حوزه تمدنی غرب آسیا علل خصوص به ایران پرداختن، بزرگترین پرسششون بوده که همه آنچه که تحت عنوان تاریخ، اندیشه، فلسفه و خیلی از آن چیزی که تحت عنوان دستاورد اندیشه شناخته میشه به امان اهل ادبیات رها شده. خیلی افراد این رو نقطه ضعف این حوزه میدونن و خیلی نقطه قوتش. مسئله‌ای که وجود داره، امروز میخوایم با افتخار در خدمت آقای دکتر صادق سجادی هستیم، شخصی که در این حوزه بسیار کار کرده، بیش از 3 دهه فعالیت مختلف انجام داره. لزوما و دقیقاً میخوایم به این بپردازیم که چرا اینقدر نقش ادبیات یا به قولی نقش نظم اینقدر مهمه. حتی ما بزرگترین نوشته تاریخی که داریم از خودمون، تاریخ ایرانیان رو ثبت کرده به نظم سروده شده. میدونیم که فردوسی این متن رو از شاهنامه ابن منصوری اگر اشتباه نکنم سروده و اون کتاب به نثر بوده، ولی فردوسی این رو به نظم گفته. عملاً از اون کتاب ما به گمانم چند 10 صفحه‌ای بیشتر در دستمون نیست، اما کتاب سروده فردوسی به صورت کامل در اختیارمون هست. آقای دکتر عرض ادب، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. لطفتون زیاد، خواهش می‌کنم. همونطور که پیش از برنامه هم خدمتتون عرض کردم، پرسش اینه که چرا نظم، چرا نثر انقدر نبوده؟ نه اینکه نثر نبوده، اما نظمه حتی در نگاه شرق شناسا هم که داشتن به ما نگاه میکردن و حتی خودمون هم به خودمون نگاه میکنیم، این نظم غلبه داره تا نثره. خب از وجوه مختلف میشه این موضوع نگاه کرد، ولی به طور کلی عرض بکنم زبان فارسی زبان شعره، زبان عربی هم همینطوره، به خصوص زبان فارسی. حالا ما چون متکلم به این زبان هستیم از بیرون نگاه نمی کنیم به این زبان، ولی اونهایی که از بیرون نگاه میکنن، یعنی غیر فارسی زبان ها و مخصوصا اروپایی ها و مخصوصا اون دسته از اروپایی ها، یعنی ایران شناسانی که با دیدگاه فرهنگی به فرهنگ و تمدن و زبان و ادب ایران نگاه میکنن، به درستی معتقدند که زبان فارسی زبان شعره، یک نوع زبان آهنگینه، زبانی است که نمیشه گفت که یک زبان خاص یک طبقه از ایرانی هاست. زبانی است که حتی گفتند و ما به رأی العین دیده ایم و لمس کرده ایم که آدمای عادی هم گاهی صحبت عادیشون خالی از وزن نیست. به این سبب است که زبان فارسی زبانی است آهنگین، زبان شعره. این به لحاظ ماهیت خود زبان. نکته دیگه این است که خب ذهن انسانی یک چیز منظوم رو راحت‌تر و سریع‌تر به ذهن می سپارد تا یک متن منثور رو، و این رو میدونیم که بسیاری از روایت‌های باستانی ایران روایت‌های شفاهی بوده،
بعداً مکتوب شده در دورانی که کم و بیش میشناسیم و اطلاع داریم. درست است که بسیاری از روایت‌ها یا منابع فردوسی منابع مکتوب بوده و رگه‌های بسیاری از آنچه که در شاهنامه آمده است در کتاب‌های مختلف مثل کتاب ثعالبی میتونیم ببینیم و پیدا کنیم. ولی فقط این نیست. تعداد قابل توجهی، مقدار قابل توجهی از آنچه که به نظم در آمده توسط فردوسی مبتنی بر روایات شفاهی است. حالا اهم از روایات شفاهی غربی، روایات شفاهی شرقی، مقصودم شرق ایران و غرب ایرانه. وارد این جزئیات نمیشویم و نمیتوانیم در این بحث بشیم، ولی به هر حال مبتنی بر قسمتی از روایات شفاهی بوده و این روایات شفاهی سینه به سینه و نسل به نسل نقل شده، نه به صورت منظوم البته، ولی چون زبانی است که گاهی حرف عادی و صحبت عادی هم میتواند دارای نظم و وزن باشه. این است که طبیعت انسان ایرانی به لحاظ ماهیت زبانی با نظم بیشتر انس داره تا شکل مخالفش. علاوه بر اون مسائل بیرونی هم هست. سرزمین هایی که به لحاظ وضعیت اقلیمی و آب و هوایی مردمش می توانند ارتباط بیشتری با کهکشان داشته باشند، با آسمان داشته باشند. به خصوص مردمی که در نقاط کویری و خشکتر زندگی می کنند این تجربه رو دارند که در ساعاتی به خصوص در شبها آسمان رو جلوی دست خودشون ببینن، حرکت ستارگان رو ببینن، نظم موجود در آسمان میان سیارات و کهکشان ها و ستارگان رو ببینن و نامگذاری کنن. کهن‌ترین نام‌هایی که بر ستارگان و سیارات گذاشتن در اینجای جهان شده است و هنوز هم معتبره این نام‌ها. و حتی جداول نجومی، زیج‌ها به اصطلاح، تحقیقات ستاره شناسانه‌ای که از دوران باستان شده در ایران و هنوز قطعاتش موجوده، اطلاع داریم ازش. اینها یک نوع نظمی، یعنی نظمی که از این بعد اگر نگاه کنیم برخواسته از کهکشانه، برخواسته از جهانه، در ذهن انسان ایرانی جایگیر شده و این است که این نظم اینقدر اون رو تحت تاثیر قرار داده است که در زبانش هم جلوه‌گر شده، در شیوه بیانش هم جلوه‌گر شده. من فکر نمی کنم هیچ زبانی به اندازه زبان فارسی در باب نظم، یعنی شعر، وجه نظمی شو عرض می کنم نه وجه احساسی شو، کتاب داشته باشه و محققان درجه اول و ادبای برجسته در زمینه شعر و شیوه شعر گفتن و ضوابط شعر گفتن و قواعد شعر و اینها اینقدر مطلب نوشته باشن. این غیر از این که نشون میده این زبان اساساً زبان شعر و زبان نظمه، یک نوع نظم گیتی شناسانه هم در ذهن انسان ایرانی وجود داره، رشد کرده و هنوز هم وجود داره. شما اگر نگاهی به لیست بلند بالای شاعران ایران از قدیم الایام به این طرف بیاندازید، خب تعدادی از شعرا اهل تحقیق بودن، ادبیات به معنای مکتوب و دقیق و حالا امروز میتونیم بگیم ادبیات کلاسیک رو خوب میدونستن، اساسا اهل تحقیق بودن، اهل کتابخون بودن، ولی تعداد قابل توجهی از شعرای ما اصلا بی سواد بودن. یعنی گاهی شاعرانی رو میبینیم که تذکره نویسا نوشتن، سواد خوندن نوشتن هم نداشتن، ولی ذهن چنان به نظم خو گرفته بوده که زبانشون زبان آهنگین بوده و میتونستن شعر بگن و شعر خوب گفتن. اون شاطر عباس صبوحی رو ببینید، شعراش، بحثی شعراش شاهکاره. و این آدمی نبودی که بشینه الموجم فی معایر اشعار العجم مثلا بخونه یا نقد و شعر بخونه. و این طبیعت
انسان ایرانیه. در بعضی این طبیعت غلیان میکنه، جلوه‌گر میشه در لباس شعر. در بعضی ها در حالت کمون و پنهانی میمونه، نمیتونه از کنم که جلوه‌گر بشه و شعاع بپراکند. ولی در همین آدم‌های عادی هم همه ما ایرانی‌ها برخوردیم که گاهی در صحبت‌های خیلی عادی هم کلام آهنگین میشنویم از مردم. یک مسئله هست میگن در میان ایرانی‌ها هیچ کس نیست که در عمرش یک بیت شعر هم نگفته باشه. این در حقیقت نتیجه غیر از اینکه نتیجه این است که زبان فارسی زبان شعره، زبان آهنگینه، اون نظم کهکشانی و یک جهان بینی منظمی نسبت به گیتی که در ذهن انسان ایرانی هست گاهی به این صورت جلوه‌گر میشه و خودشو نشون میده. یکی از نکات این آسمان رو که مثال زدید قابل توجهی. خیلی از کسانی که این رو تاکید بکنم اصطلاحاً دارای اندیشه ساختاریافتی در حوزه مثلا ادبیات فارسی نیستن، فلسفه دانن، در حوزه‌های دیگه‌ای کار کردن. خیلی گاهی اوقات اشاره میکنن این که ایرانیان مثلا این که شاهنامه چرا به نظم گفته تاریخ رو و ما همچنان کتابی قدیمی مثلا مال سده‌های ابتدایی بعد از ورود اسلام به نثر نداریم. معتقدن که چون نظم راحت‌تر به خاطر میمونده و ایرانیان راحت‌تر میتونستن حفظ کنن و انتقال بدن اگر مثلا اصطلاحاً کتابت اتفاق نمیافتاده. ببینید از تواریخ منصور داریم که به شاهنامه نزدیک باشه، کم و بیش هست، ولی انبوهی از اینا از میان رفته و تعداد معدودیش باقی مونده. اما شعر از بین نرفته، شاهنامه فردوسی از بین نرفته، برای اینکه شعره، برای اینکه مردم میخوندند و میخونند، در ذهنشون جایگیر میشه، به این سبب که ذهنشون با یک نوع نظم انس ذاتی داره، در ذهن میمونه و سینه به سینه هم نقل میشه. پدران ما، پدر بزرگان ما صدها بیت نه فقط از شاهنامه، از حافظ، سعدی، نظامی، ناصر خسرو و شعرهای درجه اول و درجه دوم حفظ بودن و اینها رو میخوندن و ما یاد گرفتیم، ما هم میخونیم. نثر داره این خصوصیت نیست، به سبب اینکه فاقد اون نظم خاصه کمتر در ذهن میمونه و کمتر نسل‌ها اون رو به طور ذهنی و زبانی منتقل میکنن، بیشتر تمایل به این است که به صورت نظم منتقل بشه. ما مثل شاهنامه فردوسی در زبان فارسی نداریم، ولی این شاهنامه مونده، در حالی که صدها کتاب تاریخ داریم که از بین رفته. همینطوره. این نشون میده که نظم برای انسان ایرانی یک جایگاه خیلی خاص داره و اگر هم که اوراق فیزیکی و مادیش دستخوش بلایا بشه و از بین بره، اون چیزی که در ذهن جمعی این ملت باقی مونده از بین نمیره و باز زنده میشه و به صورت کتابت در میاد. حالا شاهنامه یک جایگاه خیلی خیلی خاص داشته و داره در ذهن ایرانی که هزاران سال هم اگر ازش بگذره، حتی اگر ناچار بشن همه رو حفظ بکنن و سینه به سینه همه رو نقل بکنن، این کار رو خواهند کرد و کردند، در حالی که این خصوصیت رو آثار منصور ما نداره یا کمتر داره. محاذ داریم آثار منصوری که مشتمل باشه بر بسیاری از آنچه که فردوسی اونها رو به نظم در آورد، یعنی در باب ایران باستان تا پایان ساسانیان. یکی از نکاتی که حالا این هم پاسخ دادید، در آن چیزی که شما تحت عنوان عربستان جنوبی یعنی یمن کنونی که همیشه با ایرانیان رابطه‌ای داشتند و یمن شمالی، طوری که همچنان یمن هم نه، عربستان جنوبی و عربستان شمالی. اشتباه گفتم. بله. عربستان جنوبی و عربستان شمالی، آن چیزی هم که دوباره در عربستان شمالی داریم به یک نوعی شعره. بله. اونجا هم رواج داره. اونجا هم بیانشون بیان شعریه. ما آنچه که از عرب جاهلی یعنی عرب پیش از اسلام باقی مونده، غیر از مقداری کتیبه ها که کم و بیش در این طرف پیدا شده، در عربستان جنوبی عرض نمی کنم، در عربستان شمالی بقیه شعره. حالا درست است که دانشمندی مثل طه حسین تردید کرده در اصالت
اشعاری که باقی مونده، ولی در این که این اشعار سینه به سینه نقل شده، حالا ممکن است که این شعر از امرؤ القیس نباشه، از نابغه نباشه، از فلان شاعر بزرگ عصر جاهلی نباشه، ولی این شعر در زبان عرب وجود داشته و هنوز وجود داره و اینا نقل می شده سینه به سینه، یعنی حفظ می کردن و می گفتن و می خوندن. زبان اونها هم با اندازه بسیار زیادی زبان شعره. آنچه که از عرب پیش از اسلام باقی مونده قسمت مهمیش نظمه، قسمت کمیش روایت های ایام العرب و داستان های نزاعهای قبیله‌ای و دیگه است که به صورت منثور منتقل شده و سینه به سینه. ولی شعر جایگاه بسیار مهمی داره در ادبیات عربی. این در واقع پیشینه شعر در جهان ایرانی خب واقعیتش ظاهرا چند هزار ساله، شاید خیلی ها نمیتونن دقیقاً این رو فرو بکاهن به شاهنامه و اتفاقاتی که بعد از این افتاده، چون ما سروده های زرتشت رو داریم، یعنی همیشه به شعر با اون ساختار زبانی میگفتند. نکته هست بخواید اینجا اضافه بکنید؟ حتی در دوران تحول زبان فارسی، یعنی در فارسی دوره ساسانه یا زبان پهلوی هم همینطور بوده. ما شعرهای خاصی با اوزان خاص داریم که بعضی از محققان اینا رو دربارش کار کردند، در آوردند زیر عنوان پهلویات یا فهلویات. من یادم است که اخوان الثالث که خب من خیلی به شعرهاش علاقه‌مندم، در این زمینه کار کرده، قسمت مهمی از اینها رو احیا کرده، در آورده، نشون داده. حتی در منابع تاریخی و ادبی که در قرون اولیه اسلامی نوشته شده و به زبان عربی نوشته شده، از این اشعار فارسی میشه پیدا کرد. سابقه خیلی کهن داره. نکته‌ای که خیلی دوست دارم نگاه بکنم در همون بازه‌ای که عملاً شعر، حتی اگر برگردم به هزاره قبلش، یعنی 400 قبل از میلاد که افلاطون رو داری، ارسطو رو داری، در جهان یونانی نکوهش داری شما در مورد شعر. خب به کرات افلاطون مستقیما به این میپردازه، اما وقتی وارد جهان شرق میشی این متفاوته. یعنی نگاه کردن به این که کلمات با یک نظم خیلی زیبایی کنار هم بشینن که یه وزنی هم داشته باشن که گویششون قابل توجه باشه. این موضوع رو به این صورت ما به شکل متفاوت تری داریم. مثلا وقتی برید کاغذهایی داریم از مثلا متفکرین مثلا 700 قبل از میلاد در یونان، اونها هم بریده هایی دارن. اون هم میشه داخل این نظم دید آیا مثلا جهان باستان کلا بر نظم بوده یا نه این نظمه، چون یه نکوهش هم داریم. مثلا موقعی که آکادمیا تأسیس میشه نسبت به شعر تا پیش از اون که عملا آکادمی تأسیس میشه، در واقع میخوام یه وجه تمایز، وجه شباهتی بدید با خب به عنوان همسنگ ما جهان یونانی آتنی بوده که عملا اونها هم حالا یونانیان به خصوص که میاندیشیدن این قابل توجه بوده. میخوام یه نگاهی هم اینجوری بکنید به موضوع. ببینید دنیای باستان رو نمیشه ملاک قرار داد برای تحلیل‌های تاریخی و ادبی و اجتماعی دنیای بعد از مسیحیت و دنیای بعد از مسیحیت و با دنیایی که در شرق اسلام ایجاد کرد یا حتی دنیای بعد از رنسانس. اینها درسته که به لحاظ فرهنگی با هم مرتبطن و جای هم رو گرفتند، ولی از بسیاری از جنبه‌ها و ابعاد فرهنگی و ذهنی انسانی که در این ادوار زندگی، انسان‌هایی که در این ادوار زندگی می‌کردن کاملا متفاوته. در دنیای باستان کتابت و انتشار به شکلی که در دوران جدید شروع شد وجود نداشت. ببینید تحولی که اختراع دستگاه چاپ پدید آورد، این فقط این نبود که اجازه داد آنچه که از ذهن محقق تراوش میکرد یا آثاری که پدید آمده بود چاپ بکنه به تعداد زیاد و در دسترس اهل کتاب قرار بده. این یه جنبه از قضیه است. جنبه مهم دیگهش این بود که حافظه ها ضعیف شد. این نکته بسیار مهمی است. ما در عصر اسلامی یک نزاعی داریم
گرچه موضوع بحث نیست ولی ناچارم به عنوان مثال و نمونه عرض بکنم. یک نزاعی بین اهل حدیث هست و اخباریان، یعنی کسانی که موطنشون و محل پیدایش و رشدشون مدینه بود، اینها رو اهل حدیث میگن چون متکی بودن بر احادیث پیامبر به صورت شفاهی، در حالی که اخباریان که در عراق میزیستن روایت‌های مربوطه به مغازی یا زندگی پیامبر و بعد حتی روایت‌های تاریخی مربوطه به فتوح اینها رو مینوشتند. اهل حدیث معتقد بودند که نوشتن سبب میشه که دستخوش تحریف بشه، در حالی که حفظ در حافظه اینطور نیست و معتقد بودند که نوشتن به تدریج این حافظه رو ضعیف میکنه، تکیه بر حافظه رو از بین میبره. اینو فقط به عنوان مثال عرض کردم. در دنیای قدیم که وسعت نشر طبیعی است که اینطور نبود، نه تنها وسعت نشر، سواد خواندن و نوشتن گسترده نبود. یه عده نسبت جمعیت اون دوران عرض می‌کنم کمی از این موهبت برخوردار بودن و بقیه مردم برای نقل اون چیزی که مربوط بود به آداب و رسوم، قصه ها و داستان ها و تاریخ خودشون و بسیاری از چیزهای دیگه ناچار متکی بر حافظه بودن و آنچه که حافظه میتونست به خوبی حفظ بکنه و نقل بکنه باید برخوردار از نوع نظم می بود. حتی امروز هم شما به دانش آموزان میگید شعر رو حفظ بکنید، نمیگید این متن رو حفظ بکنید، برای اینکه اون به سبب برخورداری از نوعی وزن، قافیه و بقیه چیزهایی که در فن شعر مطرحه بیشتر اجازه میده که این در ذهن بمونه، جایگیر بشه به سبب این خصلت‌هاش، در حالی که نثر این خصلت‌ها رو نداره. خب خیلی البته نثر هم حفظ میکنن ولی خیلی ساده تره که شما شعر حفظ بکنید تا نثر حفظ بکنید. به همین سبب است که در دنیای باستان تمایل به گفتار موزون نسبت به دنیای جدید خیلی بیشتر بوده و خیلی ها میکوشیدند که افکارشون و حتی افکار فلسفی و نه فقط ادبیات رو به این زبان بیان بکنن. ما تعداد قابل توجهی شعر تعلیمی داریم. اواخرش همین ملا هادی سبزواری در دوره قاجار شعر تعلیمی هم در ریاضیات داریم، در پزشکی داریم، در فلسفه داریم، در کلام داریم. برای اینکه تصور بر این بود و درستم تصور میکردم که حتی فنون رو، علوم رو اگر شما به رشته نظم درارید در ذهن دانشجو بهتر و سریعتر و دقیقتر جایگیر میشه تا اینکه بخواد یک کتاب رو کاملا حفظ بکنه یا از بر بکنه یا حتی جزئیاتش یاد بگیره. اما اتفاقی که افتاده که ما امروز مع الاسف داریم میبینیم، وسعت وسایل ارتباط جمعی، وسعت نشر، به خصوص از وقتی که اینترنت اومده و دستگاه‌های مختلف ارتباطی زیاد شده، تکیه ها بر حافظه ها کلن از بین رفته یا داره میره. یعنی هر چیزی رو باید شما مراجعه کنید ببینید کجا نوشته رو نقل بکنید. کمتر به حافظه تکیه میشه. حالا بعضی ها تکیه به حافظه رو مضمون میدونن، درسته. ما مثلا علامه قزوینی هم نقل شده ازش که با وجود اینکه حافظ قرآن بود حتی میخواست اگر یه آیه ای رو نقل بکنه بنویسه در کتابش یا در مقالش مراجعه میکرد دوباره. این غیر از این است که ما بگیم آقا تکیه بر حافظه به کلی از بین رفته، چون هر چیزی رو میشه نوشت و اون نوشته رو به سرعت میشه منتقل کرد. بنابراین دیگه نیازی به اون حافظه های قدیم نیست. ما داستان های بسیار جذابی در باب حافظه های شگفت‌انگیز در منابع تاریخی و ادبیمون وجود داره. میدونیم کسانی بودن که با یک قصیده 100 بیتی و بیشتر رو با یک بار شنیدن حفظ میکردن. کسانی رو
در طول تاریخ میشناسیم، با نام و نشان میشناسیم که هزاران حدیث کلمه به کلمه حفظ بودن و نقل میکردن اینها رو و موارد دیگه. ولی اون حافظه ها دیگه امروز در دست نیست به دلیل اینکه کتابت زیاد شده، سواد عمومی شده و هر کسی میتونه بنویسه و اون نوشته رو در اسرع وقت منتقل بکنه به دیگری، دیگه نیاز نیست که رجوع بکنه به حافظه. بنابراین اهمیت نظم هم به تدریج پایین آمده. نظم دیگه اون نظم قدیم به این معنا که اینقدر شاعر پدید بیاد، شاعر درجه اول پدید بیاد و اینها دیگه به اون صورت نیست و اساسا خلجان نفسانی در اشخاص به اون صورتی که قبلا ایجاد می شده، تحریکات روانی که ایجاد می شده و شاعر رو و کسی که توانایی قول منظوم داشته باشه رو برانگیزد بر اینکه آنچه که مافز ضمیرش به صورت نظم یا شعر بیان بکنه، دیگه به تدریج نه فقط در ایران، در خیلی جاهای دیگه، در اغلب جای دنیا به تدریج داره عقب نشینی میکنه، فروکش میکنه. کمتر میبینیم اینها رو. سخن زیبای منظومی که برخواسته از احساس باشه و بشه بهش گفت شعر، اگر مقایسه بکنید زمان به زمان از لحاظ حجم و از لحاظ کیفیت داره پایین تر میاد. یه بحثی وجود داره. آیا این در واقع میتونم این رو بگم پیش از هر چیزی، این که عملا فردوسی وقتی داشته این کاخ رو از این نظم میافکنده، در واقع علم به این داشته که ماندگاریش در اینه که نظم داشته باشه. بله. کاملا همینطور. من معتقدم که میدونسته که به نظم این کاخی که برافراشته باقی خواهند ماند و به این زودی دست روزگار نمیتونه خلالی در اون وارد کنه. خب در دوره فردوسی از کردم قسمت مهمی از منابع فردوسی منابع مکتوب بوده، ولی خیلی هاشون دیگه در دست ما نیست. همینطوره. درست است که کتاب هایی داریم که در این زمینه ها مطلب دارن، گاهی اختصاص حتی داده شده، مثل کتاب حمزه اصفهانی تاریخ السنی ملوک الارض یا کتاب ثعالبی یا کتاب های دیگری که کم و بیش قسمت هایشون مونده یا در کتب دیگه نقل شده، ولی اونا میدونیم که در برابر اون چی که موجوده چند برابر بوده از بین رفته، ولی این کتاب باقی مونده. خب ببین از شعرهای قدیم ما هم دواوینشون خیلیشون به صورت کامل یا نزدیک به کمال باقی مونده و الا شعر فرخی، شعر انوری، شعر معزی هم میتونست مثل هزاران کتابی که گم شده گم بشه. همینطوره. چرا نشده؟ کاملا. برای اینکه حافظه نظمگرای ایرانی اینو حفظ کرده. فقط این نیست که این کاغذها رو حفظ کرده باشه، خود متن رو حفظ کرده، بیت رو حفظ کرده، شعر و غزل و قصیده رو. متشکرم. یه نکته‌ای که وجود داره در موردش صحبت کردید، بنیه زبان فارسی برای بحث نظمه. بله. خب به نظر من زبان شعره. زبان فارسی خودش منظومه. یعنی عرض کردم ما چون با این زبان بزرگ شدیم و داریم صحبت میکنیم، نگاه بیرونی بهش نداریم. اونایی که از بیرون نگاه میکنن به خود ما میگن. من بارها از زبان ایران شناسان درجه اول شنیدم که زبان شما وقتی شما حرف میزنید و ما گوش میدیم به نظرمون میاد که دارید منظوم صحبت میکنید، یعنی اینقدر این زبان موزونه. یک وجه خیلی خاصی داره. مثلا به دیده ما امروز تا اندازه زیادی کسی که فرانسه حرف میزنه موزونه. اونهایی که با من در این زمینه صحبت کردن معتقدند که زبان فارسی برای ما بیگانگانی که از بیرون میشنویم 100 برابر زبان فرانسه وزن در ذهن ما ایجاد میکنه. اینکه یعنی اینو به عنوان یه داخل پرانتز بگم که مثلا سفرنامه نویسان غربی که می اومدن مثلا در دوره صفوی اولی بارها میان، اینکه میگن ایرانیان به زبان شعر سخن میگن، به زبان شعر سخن میگن. بله، خیلی از ایران شناسان و جهانگردان و محققینی که اومدن در ایران یا سریرتر رفتن یا مدت ها موندند گفتن، خیلی هاشون از ایران شناسان جدید و معاصر خود ما
از کسانی که من با بعضیشون ارتباط داشتم صریحاً به خود بنده گفتن که شما به زبان شعر صحبت میکنید، سخن میگید. به همین سبب است که زبان فارسی برای بیگانگانی که این زبان رو یاد میگیرن به سرعت میشه زبان اول. ببینید زبان فارسی درست است که خیلی ها گفتند زبان دوم دین اسلامه، ولی در بعضی جاها زبان اوله. اونو بهش توجه کردن، اینو توجه نکردن یا کمتر توجه کردن. اسلام در بسیاری از نقاط خاور دور از طریق زبان فارسی رفت. برای همین است که شما در زبانهای قسمتی از گویش‌های از زبان چینی یا زبان مالزیایی، اینا که من شخصا دیدم و بررسی کردم و شنیدم، واژگان در میان مسلمان‌های این مناطق عرض می‌کنم، واژگان فارسی خیلی هست. حتی قسمتی از مسلمانان چین به فارسی نماز می‌خونن. برای این میگم زبان اوله در اینجاها. و اینکه بعضی از فقها از قرن دوم فتوا دادن که به زبان فارسی میشه نماز خوند یا قرآن رو میشه به زبان فارسی ترجمه کرد. از قرن دوم هجری قمری. بله، این معناش این است که زبان فارسی در خیلی از جاها زبان اوله. زبان عربی جاشو نگرفته، نتونسته بگیره. برای همین فتوا دادن که به زبان فارسی میشه نماز خوند یا به زبان فارسی میشه قرآن ترجمه کرد. به این سبب بیگانگانی هم که در طی تاریخ اومدن به ایران، حالا چه در جامعه مهاجم چه مهاجر، خب مورخان نوشتن، محققان امروز هم گفتن، ولی سبب رو نگفتن که چرا مهاجمان عرب یا ترک یا حتی یونانی هایی که در دوران باستان به ایران آمدن و موندن و ما اطلاع داریم که گروه های زیادی از دنیای یونانی یا هلنی اومدن در ایران ماندگار شدن، اینها در مدت خیلی کوتاهی زبانشون زبان فارسی شد و فرهنگشون فرهنگ ایرانی شد. و نه تنها فرهنگشون فرهنگ ایرانی شد، مدافع این فرهنگ و سازنده این فرهنگ شدن. این رو میدونیم و اطلاع داریم، میشه درباره‌اش ساعتها صحبت کرد. یکی از وجوهی که این جذابیت رو ایجاد کرد، غیر از اینکه ایرانی‌ها به زبان دیگری کمتر تن میدادند، ماهیت این زبان و جذابیت این زبان و این فرهنگی که ذیل این زبانه اینها رو جذب میکرد. ببینید وقتی اسلام اومد، بسیاری از کشورهایی رو که فتح کرد زبان بومیشون رو از بین برد و زبان عربی جای اون گرفت. در ایران نشد، چون چیزی اتفاق نیفتاد. زبان فارسی همچنان موند. نه تنها موند، زبان دوم شد، زبان دوم اسلام در غرب، در شرق جهان اسلام، غیر از خاور دور، در اونجا زبان اول بود. حتی ابن بطوطه نوشته آقا در یک رودی در چین قایقرانان در حال پارو زدن شعر سعدی میخوندن. بله، که ضرب زدن پاروها هماهنگ بشه. یعنی این نظم رو ببینید تا کجا رفته. این یه نظم ذهنیه که از یک نظم کهکشانی در ذهن انسان ایرانی نفوذ کرده، جایگیر شده، زبان آهنگین و تمایل به نظم در هر کاری خودش رو جلوه‌گر ساخته. یه نکته‌ای که میخوام کمی بهش بپردازیم، یه بحثی داریم در فلسفه در حوزه آگاهی که بهش میگن زیست جهان. اون بحث زیست جهان میگن که سوا اینکه آگاهی خب در همه انسان‌ها به صورت پایه وجود داره، حتی در جانوران هم، در حیوانات هم هست، اما در ساحت انسانی وقتی زبان میاد رو آگاهی میشینه، یه زیست جهانی خلق میکنه
که شما عملاً میراثدار همه کسانی هستی که پیش از تو با اون زبان صحبت کردن. یعنی در یک چیزی مشترک میشی باهاشون که تو آگاهی امروزه بهش مثلا در ترجمه هایی که ما توی فارسی ازش یاد میکنیم به اسم بین الاذهانی ازش یاد میکنیم که میگن این سطح ساحت زبانیه که داره اضافه میشه. خیلی از آن چیزی که داریم، یعنی دوست دارم نظر شما رو تو این حوزه بدونم. خیلی معتقدن که وقتی مثلا یک شاعر آلمانی، یک شاعر فرانسوی میاد یاد میگیره زبان فارسی رو، خیلی خودشون هم در یادداشتشون اذعان دارن که مثلا این تأثیر فلان شاعر ایرانی بود یا تأثیر زبان فارسی بود بر من که تونستم بهترین حتی در زبان خودم یک چیزی رو بگم، بتونم وام بگیرم اون جهان، یعنی عملا زبان رو ببرم به ساحت معنایی، بعد دوباره بیارم به ساحت زبان دوم و بتونم مثلا فلان کتاب رو بنویسم. یا خیلی معتقدن که شهریار اون خاستگاهش در زبان فارسی بود که مثلا حیدر بابا رو گفت. این شاید اگر این نبود اون شعر به این زیبایی انقدر طناز نبود اصطلاحاً. بله، در این زمینه اظهار نظرهای مختلف وجود داده. بعضی‌ها دانستن زبان بیگانه توسط یک شاعر رو مخل میدونن، یعنی میگن تأثیر منفی بر زبان مادریش و طبعا شعرش میذاره. بعضی‌ها برعکس مفید میدونن. ولی آنچه که مشهوده و ما میدونیم خب بسیاری از شاعران فارسی گوی بعد از اسلام دست قوی در زبان عربی هم داشتن و بسیاری از اشعار اونها رو حتی معنن تضمین کردن و گاهی خود بیت رو. شاعرای بزرگی میشناسیم که کاملا مسلط بودن بر ادبیات عرب. بنابراین اینکه دانستن یه زبان بیگانه بر زبان شعری شاعر تأثیر منفی میذاره خیلی قابل اعتنا نیست. ولی برعکسش چرا؟ ببینید بسیاری از تعابیر ادبی در زبانها وجود داره که این تعابیر در زبان دیگری نیست یا به یه شکل دیگری است. به خصوص زبان فارسی که زبان شعره، زبان ادبه، تعابیر و ظرافت ادبی خیلی خاصی داره که ذهن و زبان اروپایی باش انس نداره. به همین سبب است که شما می‌بینید ترجمه نسبتاً دقیق و خوب دارم ازش صحبت می‌کنم از اشعار شاعران بزرگ به زبان‌های اروپایی چقدر مورد استقبال قرار می‌گیره. یعنی شما وقتی شعر خیام رو آدمی مثل فیتزجرالد ترجمه می‌کنه که به اصل تا اندازه‌ای نزدیکه، اونم نه طابقا نعل به نه، ببینید چه دنیایی پدید میارید، چقدر مورد استقبال قرار میگیره. یا بعضی از اشعار مولانا جلال الدین بلخی که ترجمه میشه، چه غزلیات دیوان شمس، چه مثنوی، یه دنیای جدیدی در برابر ادبا، حتی مردم عادی در دنیا پدید میاد که قبلا باهاش آشنا نبودن با این دنیا. یعنی این تعابیر، شکل بیان، اون ظرافت‌های معنایی و زبانی که در زبان و ذهن این شاعرها هست، درست است که طابق النعل به نعل قابل انتقال نیست. از هیچ زبانی به هیچ زبانی طابق النعل به نعل قابل انتقال نیست. ولی کوشش‌های بزرگ برای اینکه نزدیک بشن به آنچه که در ذهن این شاعران بوده، گاهی اوقات خیلی توفیق‌آمیز بوده. اگر 100% نبوده ولی به هر حال تا یه اندازه زیادی بوده که تونسته اونها رو تحت تاثیر قرار بده. کارهایی که امثال نیکلسون کردن و اروپایی ها رو با ذهن و زبان مولانا تا اندازه زیادی آشنا کردن، تأثیر بسیار عظیمی در نوع ادبیات و موسیقی حتی در دنیای غرب این 100 سال اخیر گذاشته است. یک بحثی هست در مورد اون نقش ساحت زبانی یا اصطلاحاً آن چیزی که ما بهش میگیم ادبیات. یه نکته میخوام بگم که چقدر عملاً دارم میپرسم آقای دکتر سجادی، این که چقدر درسته. مثلا اعراب پیش از اسلام، دوران، حالا بعضیا میگن نباید بگی جاهلیت، بعضیا میگن باید بگی جاهلیت.
آره دقیقاً. به هر صورت اون هم یه دوره، یا اینکه جاهلیت رو ایناش رو خیلی بله کاری ندارم، اما صحبت سر اینه که اونها آداب رو اصطلاحاً ادب رو، آن چیزی که ما تحت عنوان ادبیات بعدها به عنوان نظم ازش یاد میکنیم، صرفاً در نحوه غذا خوردن بوده، چگونه بنشین، چگونه بخور و مثلا. اما در جهان ایرانی در همون زمان حتی نسبت ایستادن در مراسم خاکسپاری، در موقعی که در نزد بزرگان ایستادی، به یک نوعی یک جهان خیلی عظیمی از آدابه که شما باید رعایت بکنی. مثلا در هنگامی که نزد بزرگان هستی، در هنگامی که نزد پادشاه هستی، یا مثلا کسان دیگه هستی. این به یک نوعی خیلی معتقدن که این در هم تنیدگی کاملا وامدار این ساحت زبانیه که اون جهان رو خلق میکنه، یا نه مثلا سرمنشه دیگه هم میشه براش شنید؟ فقط اون نیست. زبان البته بله موثره در جای خودش، چون اگر حتی نگوییم که تمام هویت ملی، قسمت اعظم هویت ملی رو تشکیل میده، ولی یه چیزی هست که کمتر بهش توجه شده یا نشده، و اون این است که این نوع ادبی که حضرت عالی میفرمایید، این ملازمت داره با مفهوم ملت به معنای جدیدش، دارم میگم، نه به معنای دین، چون ملت به معنای مذهب و دین در اصل و دولت. اقوام متشتت که حکومت متمرکز نداشتن، که دستگاه دیوان سالاری نداشتن، که جایگاه خانواده، جایگاه ایل، طایفه، قبیله مشخص نبود، در ساختار اجتماعی دارم میگم، در یک دستگاه حکومتی متمرکز دارم عرض میکنم. طبعا آداب و رسوم فردی بود، نمیتونست جمعی باشه، یا اگر جمعی بود خیلی محدود بود، در یه جمع کوچکی بود، نمیتونست تبدیل بشه به آداب و رسوم ملی. متوجه. ادب ملی احتیاج داره به ملت بزرگی که دارای دستگاه دیوانی، دولت، مرز و آگاهی نسبت به این هاست، حتی آگاهی نسبت به این. بنابراین نمیشه مقایسه کرد که ادب به مفهوم عام مثلا در میان عرب پیش از اسلام، نه فقط در میان عرب، خیلی حتی اروپایی ها، به خصوص اروپایی، حالا شما دنیای یونانی رو کنار بذارید، اگر ما به عرب پیش از اسلام حالا اصطلاحاً میگیم عصر جاهلی، به اروپایی ها به طریق اولا باید بگیم عصر جاهلی، غیر از دنیای یونانی. متوجهم. بله. چون مفهوم ملت به معنای امروزش، یعنی مردمی که در یک مرز سیاسی زندگی میکنن، وجود نداشته. دولت و حکومت متمرکز با ساختار روشن، حالا قطع نظر از اینکه طبقاتی باشه یا غیر طبقاتی، اصلا به اون کاری نداره، وجود نداشته باشه، آداب و رسوم و ادب به مفهوم عام نمیتونه عام باشه. مقطعی، خانوادگی، یا حتی در بزرگتر بگیریم ایلیه، قبیله ایست، ملی نیست. بنابراین این قیاس مع الفارقه. آنچه که در ایران موجوده، با توجه به اختلافات آداب و رسومی که در نقاط مختلف ایران وجود داره، ما یه سلسله ادب به مفهوم عام داریم که همه‌گیر، ملیه، همه جا هست. شما همه جای ایران نوروز رو جشن میگیرن. حالا اینکه اونجا چه میذارن تو سفره، عرض کنم حبسین، اینجا چه میذارن، یه بحث دیگری است، ولی اصلش درسته. همه جای ایران مهرگان رو جشن میگرفتن و خیلی چیزهای دیگه، حالا عزاداری ها، جشن ها، بسیاری از اونچه که در حوزه ادب به مفهوم عام میگنجه. برای اینکه ملتی وجود داشت، قطع نظر از اینکه حالا این ملت قبایل مختلف بودن، ایلهای مختلف بودن، من دارم راجع به ملت حرف میزنم، چیزی که چون امروز خیلی یه عده‌ای کوشش میکنن که این معنا رو بقبولانند که
اولا اصطلاح اقوام ایرانی رو دائم به کار میبرن که این اصطلاح غلطه، مطلقاً قابل قبول نیست. دوم این که تفاوت بذارن بین طوایف ایرانی. بله خب طوایف ایرانی فقط ایرانی نیستن، طوایف اروپایی هم با هم متفاوت، هم به لحاظ آداب و رسوم هم به لحاظ زبان حتی. ولی یه مابل جمعی وجود داره. یعنی درسته که بلوچ و گیلک و کرد و لر و خوزی و غیره و غیره هر کدوم گویش های خودشونو دارن، ولی در بسیاری از چیزها متفقن. در همین مورد که عرض کردم مثلا این است که یه آداب جمعی پدید اومده در چارچوب این ملت، در چارچوب این مردم. این است که بهش میشه گفت ادب ملی. شعر فردوسی رو هم من میفهمم، هم اون گیلک میفهمه، هم لر میفهمه، هم کرد میفهمه، هم بلوچ میفهمه، هم غیره. این که زبان فارسی منسوب است به فارس و بعد یه عده‌ای دارن به زور این رو میخوام بقبولونن که این زبان قومی بوده به اصطلاح، که هم چیزی نیست. این به این معنا نیستش که زبان یک طایفه مسلط شده بر زبان بقیه طوایف. هیچ هم چیزی نیست. اولا این طوایف همه طوایف ایرانی هم به لحاظ نژاد شناسی، ریخت شناسی، قیافه شناسی و بسیار چیزهای دیگه. بله. اینا جزء طوایف ایرانی. بنابراین این که شما میگید آقا این یه قومه، اون یه قومه، یه قومه، هم چیزی نیست. اینا قوم ایرانی هستند، طوایف مختلف. حالا اینا در طول زمان بست پیدا کردن، بزرگتر شدن، کوچکتر شدن، بعضی از بین رفتن، بعضی بیشتر شدن. نمیخوام حالا وارد این بحث بشم. ببینید زبانی که ما بهش سخن میگوییم زبان فارس ها نبود به معنایی که در ایالت فارس باشه. این زبان از دوره ساسانیان و از دوره قبل از اونها دوره پارتا هم وجود داشته. درسته تحولات مثل هر زبان زنده دیگری، ولی اساس این زبان یه زبان موجوده که متحول شد. این اتفاق در اروپا هم افتاده، فقط در ایران نیست. که چرا در مورد اونجا نمیگن که انگلو ساکسون ها شما که انگلیسی اصیل هستید بقیه رو بریزید بیرون؟ یا اینکه انگلو ساکسون ها مسلط شدن بر بقیه، یا فرانک ها مسلط شدن بر مردم فرانسه تعداد کمیشون فرانکن، خیلیشون اصلا جرمنن، خیلیشون انگلو ساکسون هستن. چرا این حرفا رو در اروپا نمیزنن؟ اینا خوراک آقایون فقط بر ما در اینجا. اینا میدونین حرفای بی اساس، بی پایه، نامعتبری است که از گاهی علم میشه و یه عده‌ای دوریش سینه میزنن. به این چیزا نباید توجه کرد. ادبیات به مفهوم عام، نه حتی به مفهوم خاص، به مفهوم عام یعنی آنچه که تمام فرهنگ رو، زبان رو، ساخته های زبان رو، آداب و رسوم همه رو در بر میگیره، باید به مرحله ملی بودن برسه تا فراگیر بشه و الا قومی و قبیله‌ای خواهد بود. این تفاوتی که شما فرمودید در مورد عرب پیش از اسلام و ایران اینه که ایران سابقه بسیار طولانی در تشکیل ملت و دولت داره که عرب شمالی چون این سابقه‌ای نداشته. بنابراین نمیتونسته صاحب آداب و رسوم و فرهنگ ملی به اون معنایی که ما داشتیم بشود. علت اینم که در عصر اسلامی به شدت محتاج ایرانی ها بودن همین بوده. این که از عبدالملک مروان نقل کردن که عجب دارم از این ایرانی ها که هزاران سال حکومت کردند و دمی به ما نیازمند نشدن و ما هنوز 100 سال نیست حکومت میکنیم و دمی از اونا بی نیاز نشدیم، داله بر همینه. و اینکه دیوان سالاری ایرانی مسلط بود بر کل دستگاه عباسی و بعدها که سلسله های ترک بر ایران مسلط شدن و ایرانی شدن، باز دستگاه دیوان سالاری ایرانی که سابقه پیش از اسلامی داره بر دستگاه اداری اینها مسلط شد. اینه که ملت و دولت وجود داشته، ادب و فرهنگ که جزء ادبه مفهوم فراگیری بوده است که این ملت بهش متحلی بود. در واقعیت میخوام به این رو بپرسم، این که مثلا ما این کلمات ادبیات رو یا آداب رو
به یک نوعی ریشه به یه جایی، به یه سرمنشأ واحدی میبریم. درسته شاید بتونیم بگیم که اینها معانی مختلفی در ساحات مختلفی داره، معنی عام داره، معنی خاص داره. میخوام بگم که نقش زبان چقدر بوده در به وجود آمدن این آداب. مثلا مثال میزنم، آن چیزی که تحت عنوان ایستادن ایرانیان نزد بزرگان یا جایی که دو دست رو دو دست میذاشتن که بعد خب شاخه‌ای از اسلام این رو حتی در نماز هم میبره. این نکته برام قابل توجه. میخوام میگم که این نحوه، این آدابه چقدر برمیگرده به ساحت زبانی فارسی. آیا اصلا میشه این رو تو اون ساحت برد یا نه اصلا یک موضوع دیگه ایره؟ گمان نمی کنم. ممکن است که غیر مستقیم ارتباطی باشه. من فعلا ارتباطی بین اینها، ارتباط متقنی که بشه بهش اشاره کرد نمیدونم. اون جزء آدابه، جزء ادب به معنای عام. متوجهم. بله، ادب به معنای خاص که میشه ادبیات. بله. اون جزء آداب ایرانیه. درسته. که خب به خیلی جاهای دیگه هم نفوذ کرده. حتی ما در اروپا هم کم و بیش گاهی اوقات میبینیم که در جلوی یه آدم خیلی برجسته آدم‌ها اینطوری میایستن. درسته. این جزء آداب ایرانی و احترامی بوده است که همیشه کوچکتر نسبت به بزرگتر داشته. نه اینکه حالا فرمان روا بوده باشه ها. حالا ما که سنمون از شما اندکی بیشتره می‌دونیم که پدرانمون جلوی پدر بزرگانمون دست به سینه می‌ایستادن. همینطور. نمیتونستن کاری دیگری، جوری دیگری بایستن. این جزء آداب اولیه فرزند نسبت به پدر بوده. تا همین اواخر هم کم و بیش بود. خب حالا البته از بین رفته، ولی این جزء آداب ایرانی بوده. همیشه هم بوده. به جاهای دیگه هم ممکنه منتقل شده باشه، ولی اینکه چه ارتباطی با زبان داره نمیدونم. شاید چون این ارتباطی بشه پیدا کرد، ولی آنچه که مسلم است این است که خود آداب و رسوم به مفهوم عام یا ادبیات به مفهوم عام با ادبیات به مفهوم خاص، یعنی زبان بله. و جلوه های زبانی ارتباط داره. ولی اینکه این ارتباط در چه حدی، چگونه این ارتباط برقرار شده، نتایجش چی بوده، باید تحقیق کرد در این زمینه، یا لااقل من نمیدونم. چون حالا توی این برنامه نمیخوام ورود بکنم، چون میدونم در مورد نظام و دیوان ایرانی عملا خیلی فعالیت کردید. حالا اون یک برنامه دیگه خدمتون خواهیم بود اگر افتخار بدین. البته بیشتر این بحثه. میخواستم ببینم که چقدر این سرمنشأش یا اصطلاحاً اون عنصر اصلیش زبان فارسی بوده، اصطلاحاً زبان دری بوده، یا پیشترها که قبل از تحول زبانهای دیگه ای بودن. حالا زبانهای دیگه ای نمیشه گفت، یک دونه اینا در یک خط تطوری قرار میگیرن. اما میخوام بگم که چقدر اون تأثیر داشته برای اینکه مثلا نظام دیوانی یا نظام آدابی، نظام‌های مختلفی به عنوان سرمنشأ صدور زبانی، چون امروز خب کسانی اصلا در حوزه ساعت زبانی کار میکنن، زبان شناسن، یا اصطلاحاً تو دسته فیلسوف‌ها تو حوزه فلسفه دارن، میفلسفن اصطلاحاً، اینها رو فرو میکنن به این موضوع. میگن خب زبان، مثلا مثال میزنم، میگن اصلا زبان آلمانی ساحتش این گونه است که شخص آلمانی درش به وجود میاد، یا زبان فرانسه ساحتش این گونه است که این جهان رو پدید میاره، یا مثلا میگن زبان انگلیسی یه ساحتی داره، یه دنیایی داره، یه جهان زیستی داره که کسی که در اون جهان زیست میکنه خود به خود یه سری علایق هم درش به وجود میاد، نمیتونه گونه دیگه زیست بکنه مگر اینکه واقعا با زبانهای دیگه آشنا بشه و اون زبان با اون زبانه بیاندیشه. اون چیزیه که میگن ساحت اندیشیدن زبان، ساحت مثلا ارتباطی زبان. این رو خب مثلا فلسفه توش خیلی شاید بیش از 100 است که کار میکنن و میگم این رو بیشتر دوست دارم در ساحت زبانی خودمون صحبت بکنیم. حالا اگر مثالی هم بود که خیلی خوشحال میشم. همینطوره. کسی که با یه زبان پرورش پیدا میکنه مفاهیمی در ذهنش شکل میگیره، یا حتی اگر جزء آدم‌های خلاق و دانایی ساز باشه، تولید بکنه خودش، اون خلاقیتی که داره میتونه این زبان رو از تو این زبان چیزهای جدید درک بکنه، بیرون بکشه. به تدریج که با این زبان رشد میکنه، ساختار خاص ذهنی پیدا میکنه
این ذهنیت تأثیرش رو در زندگی مادی، در فکر، در تحصیل، در نوشتن، در خوردن، در نشستن، در جشن، در عزاداری به تدریج پیدا میکنه جای خودش رو با توجه به اون زبان. بنابراین میبینیم که ضرب المثل هایی که مثلا در یه زبان به وجود بیاد در یه زبان دیگه اصلا قابل فهم نیست. برای این است که این ضرب المثل با این سازمان ذهنی و این زبانی که این مفاهیم رو به این ذهن القا کرده پدید اومده. برای قوم دیگری اصلا نامفهوم بسیاری از این زبان. حتی ترجمه بکنید، ترجمه دقیق هم بکنید، ترجمه مفهومی هم بکنید، باز نمیفهمه. برای اینکه اتفاق نیفتاده، برای اینکه این زبان مادری خودش در ساحت اجتماعی چون این تجربه ای نداشته که بتونه این مثال ازش، این ضرب المثل رو ازش بیرون بگیره. چون این تجربه ای نداشته، پس بافت ذهنی و زندگیش یه جور دیگری است. اگه از این منظر نگاه کنید، بله زبان این تاثیر رو داره واقعا. یعنی این انبوه ضرب المثل های زبان فارسی رو که موجوده، همه ما هم میدونیم، خب دانشمندانی هم درباره‌اش کتاب نوشتن مثل دهخدا، اینا رو به تحقیق نمیشه به زبان دیگری ترجمه کرد. مثال میتونم بزنم. ببینید، من از معدود کسانی هستم که کتاب حاجی بابای اصفهانی رو کار جیمز موریه نمیدونم. این نوشته خود میرزا حبیبه. جیمز موریه به یه شکل ابتر ناقصی ترجمه کرده به انگلیسی به دلایل مختلف. حالا از یه جهتی جزء بحثمونم میشه. جیمز موریه 2-3 سال در ایران بوده. امکان نداره کسی بتونه نه 2-3 سال، 30 سال یه اروپایی که با ذهن و زبان اروپایی پرورش پیدا کرد، اینو توجه بفرمایید، بله، اومده باشه در ایران در طی 3 سال چنان به ظرافت آداب و رسومی، زبانی، فکری، دینی و ذهنی ایرانی پی برده باشه که بتونه این متن رو بنویسه، کتاب بنویسه. امکان نداره. با اون ظرافت‌های آدابی و معنایی جهان ایرانی، ظرافت‌های آداب، گوشه‌های تاریک ذهن ایرانی رو بخونه. مگه میشه همچین چیزی؟ و اونقدر بین کلامتون یادتون نره، اونقدر ریا رو بتونه بیاره. یعنی انسان غربی اصلا شاید خود کلمه ریا رو فکر کنم باید نمیفهمه. آره، نمیفهمه. در اون دوره با اون سطح بسیاری از این اصطلاحاتی که ما در زبانمون داریم و در فرهنگمون لمس کردیم قابل فهم نیست برای اونا. چطور میشه یه آدمی 2 سال یا 3 سال در یه کشوری، اونم به عنوان دیپلمات، نه آدم عادی که بره بین لبو فروش ها و باقالی فروش ها به چرخه، تونسته به این ظرافت دست پیدا بکنه و این کتاب بنویسه؟ چون چیزی امکان نداره. برعکسش هم همینطور. شما یه ایرانی پیدا بکنید که 50 سال در اروپا یا آمریکا زندگی کرده باشه، بتونه این ظرافت بسیار دقیق ذهن آمریکایی یا انگلیسی یا فرانسوی رو بتونه به رشته تحریری داره. نمیشه. ما با یه زبانی متولد شدیم، رشد کردیم، فرهنگ اون زبان، فرهنگ اون ملت چنان جایگیر شده که میتونیم فرهنگ‌های دیگر هم ممکنه قسمت‌هایشو بگیریم یا بتونیم تا یه مدتی باهاش زندگی بکنیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم خودمون اهل اون فرهنگ بدونیم. امکان نداره. بله، بچه‌های ایرانی‌هایی که در اروپا متولد شدن و بزرگ شدن و اینها چرا، ولی پدر مادرانشون میبینیم دیگه، هر روز داریم میبینیم، نمیتونن خودشون جزء اون فرهنگ بدونن. برای اینکه اون زبان و اون فرهنگ در ذهنشون چنان جایگیر شده که بیرون کشیدنی نیست. ما میگفتیم که ابن سینا دانشمند برجسته‌ای که کتاب قانون رو یا کتاب شفا رو یا کتاب اشارات رو به زبان عربی نوشته، اون موقع که ما میخوندیم اینها رو، میگفتیم ابن سینا فارسی فکر کرده عربی نوشته، برای اینکه ساختار عربی ابن سینا هم به ساختار زبان فارسی نزدیکتره تا ساختار زبان عربی. کلمات عربیه، جملات عربیه، ولی
شیوه فکر و بیانش بیان ایرانی با زبان عربی. در مورد فارابی هم بعضی از فلاسفه این رو میگن چقدر میشه به کرسی نشوندش. اونم همینطور. ایرانی هایی که عربی می نوشتند، حالا غیر از یه عده‌ای که ادیب به معنای دقیق کلمه بودند، مثلا صاحب ابن عباد، مثل ابن عمید، مثل حریری، مثل بدیع زمان همدانی. حالا اصطلاحاً روزبه یا ابن مقفر چقدر میشه؟ یا ابن مقفر. درسته. بله. حالا ابن مقفر باز یه استثناء خیلی خاصه، چون اون زبان فارسی و زبان پهلوی اینها رو میتونست و بسیاری از اینا رو به عربی ترجمه کرد. دانشمندان دیگری که به عربی ایرانی بودند و به عربی نوشتند، عربی دیگه زبان دومشون بوده ولی فکر و ساختار ذهن ساختار و فکر ایرانیه. این است که در واقع کتابت عربیه. بله، متن عربیه. به اصطلاح عرب‌های اصیل قه، به اصطلاح قدیم، این کتاب‌ها و این زبان عربی ایرانی ها زبانی است که لحن داره. لحن اونا به معنای غلط میگیرن. یعنی به این معنا به کار میبرن، یعنی میگن عربی اصیل بادیه نیست، عربی شهری شده است، عربی ایرانی شده است. تفاوت میذارن بینش و درست هم هست. یعنی اگر کسی بر زبان عربی مسلط باشه، کتاب ابن سینا رو میخونه، کتاب فارابی رو میخونه، میفهمه که این عرب زبان اصیل بادیه‌ای نبوده. اهل یه زبان دیگه از زبان عربی زبان دومشه. کاملا مشهوده. میخوام چی بگم از این مثال ها؟ نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که بله، ذهن با یک زبان و یک فرهنگ خو میگیره، چون از نوزادی باهاش بزرگ میشه. این چنان جایگیر میشه که اینو شما نمیتونی بیرون بکشی. میشه چیز دیگری کنارش گذاشت ولی نمیتونه اون چیز دیگه جای اونو بگیره. بنابراین همینطور که میگید، زبان یه ساختاری ایجاد میکنه، یه ساحتی داره که شخصی که در اون ساحت پرورش پیدا کرده به دشواری میتونه وارد ساحت دیگری بشه و اگر هم که بشه، ریزکاری‌ها و ظرافت و لطائف اون ساحت جدید رو به دشواری میتونه به دست بیاره. نمیگم اصلا نمیتونه، ولی واقعا کار دشواریه. ما تعداد کسانی که در قرن جدید از اروپایی‌هایی که به زبان فارسی مثل ما حرف میزدن، مثل ادوارد براون یا مثل برنامه دکتر فراگنر که با من رفیق و آشنا بود که فارسی رو مثل فارسیای میدون مولوی حرف میزد، خیلی کمن. بله. و از ایرانی هایی که بتونن مثلا فرانسه رو واقعا مثل یه فرانسوی کوچه و بازار حرف بزنن کمن. اونایی که میتونن تا یه اندازه خیلی زیادی فرانسه خوب بنویسن و حرف بزنن، فرانسوی ها بهشون نشان میدن، به عنوان حتی عضو آکادمی میکنن. خب اینا مهمه. در زبان آلمانی هم همینطور، زبان بله همینطور، انگلیسی هم همینطور، بقیه زبان هم همینطور. این که فرمودید ساحت زبانی یک ساحت متفاوتی است که انسانی که در اون ساحت پرورش پیدا میکنه، خیلی از تعابیر و مفاهیم انسانی که در ساحت زبانی و فرهنگی دیگری پرورش پیدا میکنه رو نمیفهمه، کاملا درسته. برای همین است که ضرب المثل ها اختصاصیه. درسته حالا بعضی از ضرب المثل های از زبان‌های مختلف ما ترجمه می‌کنیم، ولی امکان نداره بتونید دقیق آنچه که در ذهن صاحب اون زبان بوده است به این زبان دوم تحویل بدید. یه نکته داخل پرانتز میپرسم، چون عملا من بحثم در مورد نظم بود و اون ساختاری که داره. تقریبا وقتی مثلا از تحصیل بهمنیار شاگرد ابن سینا رو که اطلاعاً میگن برای دایی خودش خواسته فلسفه رو بنویسه به زبان فارسی دری اصطلاحاً، این که خیلی خوب نشسته متن، یعنی چون شخصا خب کتاب رو مطالعه کردم، متوجه میشی که انگار واقعا ابن سینا هم همین تایید حرف شماست. یعنی همیشه برام سوال بود که خب اینا از زبان عربی می نوشتن و صحبت می کردن، من برداشتم این بود که درس می دادن، ارتباط می کردن. چرا انقدر از تحصیل انقدر خوب نشسته؟ بله. نه، ابن سینا که به زبان عربی درس نمیداد، به زبان عربی هم درس میداد، هم به فارسی هم به عربی. ولی اینو توجه بکنید، خود ابن سینا کتاب دانشنامه علاییش به زبان فارسیه،
فلسفه است. و حالا که اشاره کردید بنده عرض میکنم برخلاف چیزی که حالا بعضی ها دارن میگن، زبان فارسی فقط زبان ادب نیست، زبان علم هم بوده و هنوز هم هست. درست است که الان تولید علم نمیکنه. زبانهایی که تولید علم میکنن خب الان دیگه محدوده واژگان و اصطلاحاتشون چون تولید علم میکنن خیلی بیشتر از ماست، طبیعیه. ولی در اون دوره‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم تولید علم میکردیم. چون تولید علم میکردیم زبان بسیار قوی بوده. شما ببینید مشکل ترین اصطلاحات فلسفی ها ابوعلی سینا و بهمنیار و دیگران به زبان فارسی بیان کردن. طب و نجوم و فلسفه به معنای خاص و فلسفه به معنای عام و به زبان فارسی بیان. برای اینکه اون زبان در اون موقع زبان تولید کننده علم بوده. این کارو کرده. هنوز هم زبان فارسی زبان زنده پرقدرتی است، برخلاف چیزی که گفته میشه فقط در دایره 4 دیوان شعر و 100 ضرب المثل اینا نیست. ابدا اینطوریه. درسته که ما امروز نیازمند بسیاری از واژگان علمی از زبانهای بیگانه هستیم به زبان فارسی، ولی این زبان فارسی این قوت و قدرت رو داره که اون واژگان رو یا ریخت و شکلش رو فارسی بکنه یا خودش رو تغییر بده، در داخل خودش هضم بکنه. این خصوصیت زبان زنده است. شما در زبان آقایونی که این حرف رو میزنن اطلاع ندارن که در زبان انگلیسی 1000 تا لغت عربی لااقل وجود داره. بله. و در بقیه زبان هم فارسی هم عربی وجود داره. خب این تأثیر زبانی و زنده بودن زبانه. بله یه زبانی در یه دوره‌ای تولید علم میکنه، بنابراین دایره واژگانش به سبب تولید علمش خیلی وسیع‌تره. یه زبانی در یه دوره دیگری، یه دوره زبان فرانسه زبان علم بود. همینطوره کاملا. بله. برای همین بسیاری حتی امروز در واژگان طبی ایران زبان فارسی بسیاری از واژه‌ها فرانسه هستن، ولی امروز اون توانایی رو از دست داده. تولید علم دست زبان انگلیسی. الان حتی دانشجویان فوق لیسانس و دکتری در تمام دنیا به زبان انگلیسی درس میخونن. حتی اگه بخوان فلسفه بخونن، حتی اگه بخوان شعر بخونن. این قوی شده این زبان. ولی این به این معنی نیست که زبان فرانسه زبان ضعیفیه یا عقب نشینی کرده. زبان فرانسه همیشه جایگاهش رو داره در ادبیات. زبان آلمانی در ادبیات و فلسفه همیشه جایگاهش رو داره. ولی خب تولید علم الان یه جوری دیگری است. این دال بر ضعف زبانی نیست اصلا. زبان قوت و قدرت تولید علمش رو تغییر میده. همونطور که تمدن از نقطه جغرافیایی به نقطه دیگری میره، توانایی تولید علم هم همینطوره دیگه، از یه نقطه به یه نقطه میره و به تبع اون یه زبان قوی تر میشه. برگردم سراغ نظم دوباره، چون عملاً یه دایره‌ای رفتیم دوباره برگشتیم. در این حالی که زبان فارسی واقعیتش دوچار تطور و رشدهای مختلفی شده، کلمات زیادی وارد شدن، رفتن، اومدن، ماندن، اما همچنان مثلا بعضی خیلی گستره زیادی از کتابایی که به خصوص به نظم نوشته شده به شدت شما باش میتونی ارتباط بگیری. حتی دوره‌های مختلف، مثلا دوره‌ای که سبک هندی، حالا با گونه‌ای از مهاجرت شاعران به سمت هند، یا به مثلا عراقی، یا مثلا سبک خراسانی، با همه اینها بعضی از خب مثلا نمونه بارز شاهنامه است. شما جایی نیست که تو فهمش خیلی مشکل خاصی داشته باشی، در این که دیگرگونی زبانی داری به صورت قابل توجه، ولی در این حال مثلا این نظمه همچنان، این نظمها همچنان پابرجان، یعنی واقعا خلالی بهشون وارد نیست. خیلی ها به خصوص کسانی که باشون ارتباط داریم با خارج از کشور، دوستان دانشگاهی، غیر دانشگاهی، همونطور که میدونم شما تو چندین کشور کار پژوهشی کردید، این براشون علامت سواله. برای خیلی از کسانی که حالا تو این حوزه انقدر در مردمان خودمون، یعنی ایرانیان، عملا هر جای مختلف دنیا مثلا این پرسشه وجود داره. این پارادوکس چه شکلیه؟ یعنی چجوری میشه راحت توضیحش داد؟
خب این هم از وجوه مختلف قابل بررسیه. به نظر من که تناقضی نداره، ولی قرابت داره، یعنی تا یه اندازه غریب جلوه میکنه، ولی وقتی داخلش برید جزئیاتشو ببینید میبینید که تناقضی نداره با هم. گمان نمی کنم این یه مسئله خیلی مهمی باشه. آنچه که مهمه این است که چرا بعضی که چه ارز کنم انبوهی از آثار ادبی و تاریخی ما یا علمی ما که در قالب نثر بوده از بین رفته و بیشتر آثار منظوم باقی مونده. نه تنها باقی مونده، هزاران نسخه ازش موجوده از خیلی از اینها. گاهی اوقات مصحح دچار سردرگمی میشه از کثرت این نسخه ها. ما الان مدتی است که با بعضی از دوستان می‌خوایم تصحیح از حافظ بکنیم، با اینکه خب صدها تصحیح داره. بیش از 100 نسخه درجه اول از نقاط مختلف دنیا که بیش از 90 تاش دالا شناخته نشده بود پیدا شده و داریم باش کار میکنیم. میخوام بگم که اقبال به نظم چقدر بوده که شما هر شاعری رو به خصوص شاعران درجه اول دست بذارید تو تمام کتابخانه ها، به خصوص کتابخانه های ایران و ترکیه و شبه قاره هند، میتونید انبوهی نسخه خطی بهش پیدا کنید. در حالی که نثر اینطور نیست. ما خیلی از کتابا رو میشناسیم مثل تاریخ بیهقی، چرا دور بریم؟ قسمت اعظمش نیست. حالا مورخان دیگری قطعاتی ازش نقل کردن از اون قسمتایی که گم شده که بعد مرحوم نفیسی اونها رو جمع‌آوری کرد تا اندازه‌ای. ولی غیر از تاریخ بیهقی خیلی کتاب‌های دیگه وجود داره، چه فارسی چه عربی، که ما فقط نام و نشانش رو در کتاب‌های دیگه می‌بینیم. ابن ندیم رو باز می‌کنید الفهرستش رو، صدها کتاب در رشته‌های مختلف نام می‌بره که نیست داره. در حالی که ما بسیاری از آثار منظوممونه که در تذکره ها نام شعرا آمدن داریم. خیلی از آثار درجه 2 و 3 شاید از بین رفته، درجه اولا که تأثیری روی ذهن انسان ایرانی داشتن باقی مونده، از بین نرفته. اگر هم که همش باقی نمونده، قسمت مهمش باقی مونده. اینا حتی اگر سینه به سینه نقل شده باشه. این یه خصوصیتی پدید میاره و اون این است که حتی اگر تصور بکنیم، حتی امروز با توجه به مشکلاتی که عرض کردم، یعنی وسایل عظیم ارتباط جمعی و ضعف حافظه و اینها، حتی امروز به نظر من اگر تصور بکنیم دنیای ایرانی مطلقاً مضمحل بشه و این کتاب هایی که وجود داره از شاعران مضمحل بشن، یه نسل جدیدی پا به عرصه وجود بذاره، من معتقدم که دوباره دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی و دیوان شمس اینقدر تو اذهان مردم هست که باز اینها قابل تدوینه. یعنی اینقدر اینها نفوذ کردن در ذهن و زبان انسان ایرانی که هنوز با وجود حملات به عقیده من ویرانگر و بی‌امان اینترنت و تمدن جدید نتونسته اینها رو از ذهن ایرانی کاملا پاک بکنه. هنوز هم ملاک سواد در میان طبقه بسیار مهمی از اهل کتاب و اهل علم و به خصوص ادب میزان محفوظات طرف از اشعار در شاعران درجه اول. هنوز هم همینطور. قدیم معتقد بودن که آقا تو اگر میخوای بری طب بخونی یا بری مهندسی بخونی یا هر رشته دیگری بخونی، اگر نتونی زبان فارسی درست بی غلط حرف بزنی و بی غلط بنویسی و با شعر شاعران فارسی گوی آشنا نباشی، بهت باسواد نمیگم. هر چقدر که طبیب خوبی باشی، هر چقدر که شیمیدان خوبی باشی، مهندس خوبی باشی، و این هنوز هم کم و بیش بین یک طبقه ای از معمرین وجود داره. بله، من خیلی ها رو دیدم که این توصیه بهشون شده که هر یک از رشته هایی که موجوده و علاقه دارید بخون، ولی زبان فارسی و ادب فارسی و
شعر فارسی باید همیشه در کنار اونها وجود داشته باشه. برای همین است که ما در یه دوره‌های بسیار مهمی بزرگترین ادبامون شغل دیگری داشتن. مثلا دکتر قاسم غنی که همین هفته پیش ما بزرگداشتی گرفتیم براش به همت آقای دهباشی، یکی از بزرگترین ادبای معاصر، با اینکه پزشک متبحر درجه اول، ولی خب بهترین و رایجترین تصحیح حافظ مال او و علامه قزوینی است. کتاب عصر حافظش هنوز منبع بسیار مهم معتبر تاریخی اون دوره است و بسیاری از کسان دیگه. این نشون میده که نظم فارسی تا چقدر در عمق وجود انسان ایرانی نفوذی کرده. وقتی برمیگردیم به عنوان یه سوالی که اگر صلاح دیدید بخواید این جمع‌بندی بکنید، وقتی برمیگردیم به اوایل دوره آن چیزی که ما به عنوان زبان دری میدونیم و داشت فراگیر میشد، مثلا این زبانی که ما زبان دری صحبت میکنیم، به گمانم دکتر شهیدی یه سخنرانی داره سال 61-62 شمسی خودمون که میگه من میتونم بگم 1200 سال 1300 سالی که داره به این زبان عملا به صورت گسترده صحبت میشه. کسانی که در تلیعه این بحث زبانی بودن، سوالم اینه که اولی خب تونستن این رو به این نظم، به این زیبایی در بیارن. مالا دقیقاً و لزوما در مورد فردوسی صحبت میکنیم. چقدر مطمئن بودن این نظم میمونه؟ یعنی شما شاید در تلیعه تغییر مثلا از یه گویشی به یه گویش دیگه ای هستی. اول اینکه از کجا میدونی که این غلبه میکنه یا نه اینجوری نیست، یعنی کاملا غلبه کرده بوده، و کجا میدونی که این نظم جواب میده؟ حتما آیا این نظم به خاطر این بوده که مثلا خیلی وفور بوده بین مردم، یعنی مردم مثلا این گونه حفظ میکردن، این گونه ارتباط میگرفتن، یعنی این اون لحظه‌ای که ببینید وقتی اون لحظه‌ای که داشته میسروده مطمئنا به گویش خودش آره، یعنی عملا دقیقاً در مورد فردوسی دارم صحبت میکنم. انقدر مثل ما که برای شفاف نبوده موضوع. یعنی میخوام بگم که یک سری یعنی این آگاهی رو داشته که چگونه داشته. عرض کردم مهمترین وجه این که چگونه داشته و چرا داشته مفهوم ملت و دولته. یعنی آگاهی به ملت ایران داشته. برای همین است که صدها بار این کلمه درش به کار رفته در شاهنامه. آگاهی به این داشته است که یک مردمی این قوم رو تشکیل میدن. کلمه ملت رو در کل شاهنامه نداریم. چیو؟ کلمه ملت رو. نه ملت نه، کلمه ایرانو. یعنی آگاه بوده. ایران یعنی چه؟ ایران فقط سرزمین نیست که. من یه سالها پیش یک مقاله مفصلی نوشتم، نمیدونم شاید دیده باشید، نام ایران و هویت ایرانی، و نشون دادم که حتی در متون عربی قرن دوم و سوم و چهارم کلمه ایران ایرانیه یعنی مردم ایران و ایرانیت یا ایرانیگری و کلمه ایران به وفور به کار رفته. چرا به کار رفته؟ در حالی که عرب ها در حالت عادی به ما میگفتن فرس یا فارس. دلیلش هم روشنه، این است که ارتباط اولیه عرب ها با ما با فارس ها بود. با جنوب کشور. ساسانیان بوده که فارس بودن، با هخامنشیان بوده که پارسی بودن. چرا ایرانی به کار برده؟ چرا قلقشندی در کتاب صبح الاعشام میگه مملکت الایرانیه یا ممالک الایرانیه؟ برای اینکه یه ذهنی وجود داشته که میدونسته ایران کجاست و ایرانی چه کسی است. بلازوری یه روایتی داره میاره از یه جنگی، میگه یه عده‌ای سرباز جلوی یه قلعه‌ای بودن، از دور گرد و خاک بلند میشد، یکی نگاه بالای قلعه نگاه کرد، به زبان عربی داره مینویسه، چند نفر ایرانی دارن میان. میگه چند نفر ایرانی دارن میان، از لباسشون تشخیص داده که اینا ایرانی هن. این چه معنایی داره؟ معناش این است که ایران و ایرانی برای اذهان ایرانی که هیچ، برای غیر ایرانی هم شناخته شده بوده. یعنی میدونستن وقتی میگن ایرانی یعنی کی
میدونستن وقتی میگن ایران یعنی چه چیزی. بنابراین این حرفایی که حالا میزنن رو بذارید کنار، اینا هیچ اعتبار علمی و زبانی نداره. خیلی از کسانی که امروز حمله میکنن کلامتون یاد نره، میگن آنچه که ما تحت عنوان ایرانی میدونیم برساخته فردوسیه، در حالی که اصلا یعنی خب حملات بی امان مختلف حالا قومگرایی که وجود داره در کشور. خب در کتیبه های پیش از فردوسی چی؟ آره همین میخوام بگم که این در منابع عربی پیش از فردوسی چی؟ در واقعیت این بود و فردوسی روایت کرد، نه اینکه اون. اینا حرفای بی اساسه. کلمه ایران و ایرانی، اینو توجه بکنید، ایرانی یعنی مردم این سرزمین. خیلی کهنه، خیلی قبل از فردوسیه. از کردم در منابع عربی قرن دوم و سوم و چهارم هست، وجود داره. من نشون دادم اونجا، آدرس دادم، این متن آوردم، این متن عربی آوردم. بنابراین اینطوری نیست. من حالا از همه اینها نمیخوام با کسی دعوا بکنم، حالا اگر نمیپسندن یا قبول نمیکنن به خودشون ارتباط داره. مقصودم چیه از این مثال ها؟ مقصودم این است که ذهنیت ایرانی وجود داشته. فردوسی میدونسته که مردمی آقا جمع شدن در یه مرزی، اون مرز رو بهش میگن، اون سرزمین داخلی مرزها رو میگن ایران، و مردمی که در این مرزها زندگی میکنن بهش میگن ایرانی. میدونسته که طوایف مختلف ایرانی در این مرزها هستن، ولی میدونسته مابل جمع همه اینها یه چیزه، آداب و رسوم به مفهوم عام و زبان به مفهوم عام. و میدونسته که این چیزی که داره پدید میاره میراث مشترک این قوم ایرانی و این زبان فارسی است. من یقین دارم که آگاهانه این کاری کرده و میدونسته که این سرنوشت جاویدان خواهد داشت. خیلی متشکرم برای این بخش از گفتگو. میخوای جمع‌بندی یا نکته‌ای هست که فکر میکنید شاید من بیادبی کردم وسط کلامتون دویدم؟ آره بخواید اضافه بکنید. خب ببینید، بنابراین زبان فارسی، اگر برگردم به نخستین پرسشتون، این است که زبان فارسی یک زبان آهنگین، زبان شعره در حقیقت. بنابراین دور نیست که تصور بکنیم ایرانی ها بسیاری، غیر از اینکه ادبیات به مفهوم خاص، بسیاری از آداب و رسوم، دریافت ها، حتی دانش هاشون رو بتونن در قالب نظم بیان بکنن که کردند. ادب منظوم ما منحصر در ادبیات به معنای خاص نیست دیگه. عرض کردم که در دانش‌های مختلف ما کتب منظوم داریم. بنابراین زبان فارسی یکی از دلایل ماندگاریش آهنگی بودن، زبان شعر بودن، قوت و قدرت فرهنگی این زبانه که نه تنها در چارچوب مرزهای سیاسی یا جغرافیایی ایران همیشه مونده و تعیین کننده بوده، بلکه در دنیای ایرانی تعیین کننده بوده که خارج از مرزهای سیاسی است. در شبه قاره هند، در آسیای صغیر، اینا در یه ادواری مهد زبان فارسی بودن، حتی با اینکه در داخل مرزهای جغرافیایی نبودن به یه معنایی. از این جهت قابل بررسی است و از این جهت که بله، ارتباط بین زبان و فرهنگ و اینکه ذهنیت و فرهنگ ایرانی تا چه اندازه با زبانش مرتبطه و آیا میتونه این فرهنگ رو به اعتبار این زبان منتقل بکنه به یه زبان دیگری، یا اینکه چرا به رغم هجوم‌های بزرگ در طول تاریخ ایرانی‌ها هیچ وقت زبانشون رو تغییر ندادند. چرا در یک دوره‌هایی در بعضی از نقاط ایران مثل آذربایجان زبان آذری قدیم که شاخه‌ای از زبان فارسی بوده است، به دلیل وجود حکمرانان ترک زبان به ترکی تبدیل شد، ولی هیچ وقت زبان فارسی عقب نشینی نکرد از اونجا و مردم هم نمیخواستن عقب نشینی بکنن. کما اینکه همین امروزی که دارم با جناب عالی صحبت میکنم، بعضی از روستاهای اطراف باکو هست که به زبان آذری قدیم صحبت میکنن، نه ترکی. متوجهم. نمیخوایم حالا وارد جزئیاتش بشیم. مقصودم این است که
این زبان همیشه بوده، همیشه قوت و قدرت بیان مافز ضمیر شاعران و ادیبان و دانشمندان رو داشته و هنوز هم داره، ولی با تحولات امروزی به خصوص در تحولاتی که در رسانه ها پدید آمده و نزدیکی های فرهنگی که داره ایجاد میشه و شده و نزدیکتر هم خواهد شد، حافظه نقش اصلیش رو در بیان مطلب و انتقال مطلب از دست داده یا داره از دست میده یا ضعیف شده و تکیه انسان بیشتر بر نوشتاره و چون بر نوشتاره کمتر محتاج به حفظه و چون کمتر محتاج به حفظه نظم دیگه اون اهمیت سابقو نداره. خیلی متشکرم از که وقت گذاشتید و تشریف آوردید.